دادگاه عالی تاجیکستان امروز 21 نوامبر حکم عاملان حمله به سیاحان خارجی را صادر کرد. بر اساس حکم دادگاه حسین عبدوسمادov همچون سرکرده این گروه به حبس ابد محکوم شد. همون شخص اساسی عبدوسمادov به جزای یک عمر محرومی از آزادی محکوم کرده شد. نسبت دیگرش 1 سال تا 1 سال 6 ماه جزای محرومی از آزادی، 2 نفر 16 سالی از آزادی محروم کرده شد. مادر حسین عبدوسمادov گفت از حکم دادگاه ناراضی است و از بالای آن شکایت خواهد برد. این کودک من و با پرجیز دادن موفقیت نمیکرد گناهش، برای که بعد از خواهرناسی رو کبیری شده است. این کار از پیش خودش نشده است. من همه طلب دارم که بیا خپن ما را بیارن، ما بریم با همه خطه ما صحبت کنیم، بعد کارو حل شوند. من خیلی میرم از پیش نران پرکراتور میرم، میگم که خیلی بیاریم بکوین نماش هم بیاریم. من نمیدونم که این چی گپ شکیره، خیلی 25 سال، خیلی 30 سال این پرجیز نیست. هم خیلی خونم مستشید. کرامت الله غنی و بهروز صفایف با اشتراک در اتحادیه جنایتی و افراطگرایی متهم میشوند. بر اساس حکم دادگاه اینچنین 12 نفر دیگر از 1 تا 1.5 سالی خود را در پس زندان سپری خواهند کرد. تنها بهرنیسا حیدر و یگانه زنی که در میان گمانبران که به 1 سال زندان محکوم شده است حکمش به تعلیق گذاشته شد، این هم به خاطر داشتن کودک نابالغ. حمله به سیاحان خارجی روز 29 ایول امسال در منطقه سیبستان دنقره رخ داد. در پی آن 4 سیاح خارجی کشته شده، 2 تن دیگر جراحت برداشتند. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی، دوشنبه.